بنده خدای چند وقت پیش آموزش ترشی لیموی هندی داده بود. بعد تو ویدیو میگفتش که هندیا برای اینکه این ترشی برسه اونو 40 روز میذارن تو سرویس بهداشتی. واقعا با چه عقل و منطقی همچین حرفی زدی؟ نمیتونم. ولی بیاین یکی از چندین مدل ترشی لیموی هندی رو که اصلا نمیتونم در موردش حرف بزنم، خیلی خوشمزه است، به تو یاد بدم. خیلی سریع و فوری هم آماده میشه. حتما از لیموهای پوست نازک استفاده کنید که خال و لک و این چیزا هم نداشته باشه. خوب بشورید و قشنگ خشکش کنید. نکته خیلی مهمه. ظرف، چاقو، تخته، همه چی باید استریل و تمیز باشه که ترشیتون کپک نزنه. به 8 قسمت تقسیم کنید. هسته ها رو حتما ازش جدا کنید. نمک اضافه کنید و خوب فشار بدین که نمک به خوردش بره. بعد روغن اضافه کنید. خود هندی‌ها معمولا روغن خردل میزنن ولی من روغن زیتون رو بیشتر ترجیح میدم. فلفل قرمز و پاپریکا و آب لیموی تازه که وای اصلا بی‌نظیرش میکنه. بعدم مزه کنید دیگه. ببینید میخواید تندتر باشه، آب لیموش بیشتر باشه، نمکش بیشتر باشه، این دیگه کاملا دست خودتونه. بریزید توی شیشه کاملا تمیز و استریل. همین الانم قابل استفاده است ولی میتونید 2-3 روزم بذارید جلوی آفتاب. حتما هم هر از گاهی همش بزنید. یه مدل دیگه هم هست ترش و شیرین. اگر اون مدلم دوست دارید بهتون یاد بدم حتما تو کامنت ها برام بنویسید. همین راحتی نوش جان.